الحمدلله خرسند هستیم که امروز روز سوم ماست که به مردم شریف شمال در ولایت‌های مختلف مژده‌های مختلف در بخش‌های پیشرفت سیستم‌های برق را به این مردم می‌دهیم. چنانچه شیخ صاحب محترم و والی صاحب محترم فرمودند، نظام امارت اسلامی افغانستان نظامی است که کوشش میکند، شب و روز تلاش میکند تا به خاطر ملت شریف و مردم شریف خود خدمت کند. همه مسئولین الحمدلله حیثیتشان حیثیت خادمین است. مسئولیت را یک امتیاز نمیداند، بلکه مسئولیت را یک بارگی رنگ و امتحان الهی میداند که به همین خاطر شب و روز کوشش می‌ورزد تا به هموطنان عزیز خود پیشرفت‌های گوناگون در بخش اقتصاد، در بخش تعلیم و ترقی، در بخش صحت، در بخش برق و برشنا، در بخش آب و زراعت، در بخش‌های مختلف الحمدلله کوشش‌ها جریان دارد تا بتوانیم یک کشور خودکفای را داشته باشیم.